الله سبحانه و تعالی ایستو که برادرها بفرمایید اون که سوالش باشه بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله شيخ أبو عبد الرحمن حفظك الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شيخ الله يحفظك کنه هم خیلی سبب شد مادم برمی جایی که ما زندگی میکنیم همی بعد همون چیش هم کم تا که بگیم ملایی که کم تا میدونه سبحان الله قطعی همی سخ رفته بودم دابوره همی چو دابوره همی گپ زدیم دابوره لا اله الا الله ما گفته بودمش که کدامی که مقصد لا اله الا الله نفهمه و برای ما مسلمانش شهادت نمیده گفته بود که فهمیدن یه کار علما کار شما این است. سبحان الله اخی امروز به حدی و بسیار هم یقتش رفته سنت سکیسته دیگه آدم این نیسان کفر است. اعوذ بالله. برای اون که اون چیزی که الله بر بندگانش فرض کرده است او فرض رو انکار کرده است. الله سبحانه و تعالی در سوره محمد آیت 19 میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فعلم بدون بیاموز. این امر است. امر دلالت به فرضیت میکند. فهمیدید؟ فعلم انه لا اله الا الله. بدون بیاموز که نیست معبود بر حق بجز الله. فاستغفر لذنبک. پس از اینکه دانستی فهمیدی پس از این استغفار طلب بکن برای خودت و برای مؤمن مردها و مؤمن زنها. بارک الله فیکم. شما به اینها سوال بتید که آیا امر الله نماز هم برای یعنی فقط برای علما هست یا برای همه فرض است؟ بگوید که برای همه فرض است. سوال بدید که تو بین دو امر چگونه جدا میکنی که دو امر که هر دوش عام است که چگونه جدا میکنی که فرضی ازی که نماز عام است اما فرضی که الله امری که کرده است برای آموختن لا اله الا الله این خاص است برای کی؟ برای علم ها. الله قابل هدایت نمیشه. الله خار ذلیلش کند. این تحت همین حدیثی که امروز خوندیم داخل میشد که اینها دعوتگرانی هستند دعوت کننده به سوی جهنم. اگر توانید اینجا بیارید ما این قاتل مسلمان ها را این دشمن الله و رسولش را این زندیق را این مسلمان کش را این شیطان زنده را دعوتش بکنیم یا که چهره سیاهش را برای مردم بیان بکنیم که این چهرهش سیاه است این خبیث است این شیطان زنده است من الجنة و الناس. شیطان های این جنی و انسی است. این از شیطان انسی است که مردم اعوذ بالله به سوی کفر و شرک دعوت میکنه و این اعتقاد خودش کفری است و خودش کافر است. الله لعنتش بکند این گونه دعوتگران رو که مردم رو به سوی جهنم دعوت میکنه اگر قابل هدایت نباشه. اگر توانستید اینجا بیارید این دشمن الله را اگر در نزدم میبود دهانش رو به دو طرف میکشیدم تا اینکه همون دهان با همون زبانش و با همون دهانش دیگر گپ زده نتوان. الله سبحانه و تعالی الله قابل هدایت نباشد. الله خار و ذلیلش بکن. عجایب قدرتت نشان بده. زبانش قاق بکن. یا الله عجایب قدرتت به بالاش نشان بده. الله عجایب قدرتت به بالاش نشان بده که به دیگر مردم این یک درس عبرت شود. یا الله این چی مصیبت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله شیخ جزاک الله خیرا. سبحانك إني كنت من الظالمين. همه سبب همیشه شده بود الحمدلله ما را گفتم که ما شما قبول ندارم ما را تکفیر که ما دیگه پیش نماز خوندن و براحت ما اعلان کردم بعدم شاگردان ما آوازش ضبط بکنید اینجا بیارید ما آوازش منتشر بکنیم بشناسونیم و این خبیث رو به مردم بیان بکنیم که این کافر است این شیطان زنده است الله لعنتش کنه این سنگبران باید کرده شود. خبیث خوب داشتن سبحان الله کتاباشون مدرسه نخونیم برادرها دلیل شروع میکنم سبحان الله میگن که اما بعد تو قومیا ابو محمد مدنی شما راست میگه دیگه اما در نزد شما کفر چه سبحان الله می قومی که شما نمیاد خیر الله هدایتشون کنه. ما گوید که ما تو ابو محمد مدنی حق نمیگه. هر کسی که از قرآن و سنت مطابق قرآن و سنت میگه میزد حق میگه. حق در قرآن و سنت است و هر کسی که پایبند به قرآن و سنت شد اهل حق است و هر کسی که با پایبند به قرآن و سنت نشد اهل ضلالت و گمراهی است و این چی است؟ تفریق انداز از شیطان زنده است خبیث است. لعنهم الله جمیعا. الله لعنتشون بکند این گونه دعوتگرها را.
لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. یا الله، در حق اشعری ماتریدی ها و این جهمی ها، بابایان من شما در خراسان هر نماز جمعه دعا میکردن که لعنت الله بر بالای اشعری ماتریدی افته. لعنت الله بر بالای اشعری. دعا بکید، یقینا دعا بکید که الله نابودشون کنه. یقینا صدقتون در نزد الله نشون میدید که ما در حق هستیم. ما یقین داریم به چی؟ به توحیدمون، به ایمانمون و اینها گمراه است. باید به این یقین داشته و بر علیه اینها دعا کرده شود که الله نابودشون کنه، قابل دعا نشد. الله اکبر. الله بدن بعد این صحبتم بدنم درد گرفت برادرم. والله که این چگونه به کدام زبانی سخن میگه این دشمن الله، این فرعون زمانه. زنش طلاق است. او را اگر صوت ما رو برده رسونده تانید برسونید که زنش طلاق است، این خبیثه و زنش باید بفهمد که با او زندگی کردن حرام است و بارک الله فیکم نباید این خبیث به قبرستان مسلمان ها گور کرده شود. نباید به این خبیث نماز جنازه خونده شود. نباید به این خبیث ملعون الله لعنتش بکنه، این خبیث رو بارک الله فیکم سلام داده شود. این حق ندارد بر بالای مسلمان ها. الله اکبر. الله اکبر. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. عجایب قدرت بالاش نشان بده. الله عجایب قدرت بالاش نشان بده. یک درس عبرت به دیگرها شوند که به حق رجوع بکنن مردم. ای الله قوم مرا هدایت بکن که نمیدونن. یا الله قوم مرا هدایت بکن که نمیدونن. یا الله پدران مادران ما را هدایت بکن که نمیدونن. یا الله برادران خواهران ما را هدایت بکن که نمیدونن. یا الله نمیدونن اینها حق را. الله هدایتشون بکن. الله هدایتشون بکن. یا الله از بالای امت اسلام این گونه علمای سو، طالب علمای سو و دعوت کننده به سوی جهنم را الله مهربان ببردار. الله مهربان قوم ما را به سوی حق هدایت بکن. یا الله، یا الله. اللهم امین. اللهم امین. فرمایید برادر، سوال گوشه بفرمایید. سلام علیکم برادر عبدالدیگر. و علیکم السلام و رحمت الله. برادرم مسئله همی در حالت سفر مثال راه دورتر میره جای ناشناس، مسئله همی ای آشخانه خوراک خوردن و بعد مسئله هم مسجد و ای پشت همون امام و نماز خواندن یک میفهماندیم برادر. بارک الله فیکم. از آشخانه وقتی که خوراک میخورید تحقیق بکنید که آیا او گوشتش حلال است نیست، مثلا کشندش مثلا چگونه مسلمان است، تحقیق بکنید بعد بخورید. و نماز رو اگر مجهول الحال خوندید، نماز خوانید گشته اعاده کنید، گشته بخونید. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب هستین ان شاء الله؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبم اخی جان. شما خوبین؟ سلامتون خوب است؟ الحمدلله رحمت. شیخ یک سوال داشتم. در خواندن در یک حدیث هست در ابن ماجه تحت رقم 1149 میآید خواندن سوره اخلاص و کافرون در نماز بامداد سنت است میگویند. مثلا همین حدیث صحیح است؟ بله. من دیگر حدیث رو مثلا خواندم که پیغمبرمون در نماز بامداد مثلا آیات‌های طولانی می‌خوندن. یعنی مثلا همه رو میتونید با ما شرح اخی الله استون میکرد. این حدیثی که شما گفته استودید به سنتش تخ دارد. فهمیدید می؟ یعنی مثلا همین سوره را می‌خوندن در برابر دیگر سوره ها. یک دقیقه برادر، این به سنت نماز بامداد دخ دارد، نه به فرض. به سنتش دخ دارد. با دیگر مثلا در سنت میاد که دیگر با حدیث ها را بخش زیاد دیگر آیات ها را هم میخوندن. فهمیدید؟ این سنت در حالت نماز سنتیش 2 رکعت پیش از فرض میخونید که در فرضش دیگر سوره های درسته را میخوندن که از پیامبر ثابت است.
بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. نسأل الله يجزيكم خيرا. وإياك وإياك. بارك الله فيكم. فرمایید برادر. هم که سوال داشته باشه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اخی خوب هستی انشاءالله؟ الله حفظتان. الحمدلله خوبم. شما هم خوبین؟ الحمدلله خیر. اخی یک سوال بود، اگر من جواب میدونی اخی. اخی می معامله کردن با یهودی نصارا اصلا یک بار میفهمونی اخی. معامله اگر موالاتی نباشد برادرم، معامله مثلا یگان سودا باشد، یگان مثلا کار دنیوی باشد، جایز است. اما موالات مثلا بر علیه مسلمان ها به آنها کمک کردن، جای های مسلمان ها را فروختن و سیر های مسلمان ها را فروختن، این انسان را کفر میکن برادر. از ملت اسلام خارج میکن. و باید جزاک الله خیر پیش پیش از اینکه با آنها مثلا سودا بکنید یا چی بکنید، باید یعنی چارچوبه شریعت رو در این مسئله آموخته بیاموزید حتما، که مثلا چی چیز جایز است، چی چیز جایز نیست، تا اینکه به کفر واقع نشود. الله سبحانه و تعالی استاتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ هذا خوب إن شاء الله الله يكرمك. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبیم. شما هم خوبین؟ الحمد لله شيخ. يا سوال من odama tutup çile meşinan pilrozemi da İslam emun dalil doğru. این دلیل نداره. این صوفیای مشرک الله سبحانه و تعالی خارشون بکنه اینها رو. میگوین که 40 روز میشینی درجات بالا میشد، مثلا رفته رفته یعنی انسان یعنی بدین میشد. میگه شما به درجه اعلا میرسید، یک درجه میرسید که شما دیگر به نیاز به نماز و روزه و غیره ندارید و انسان را کافر میکند. این کورشون کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلام در یگان جا 40 روزه نشستن، صحابگان نشستن. این چیزا وجود ندارد برادرم در دین ما. یک ساخته بوفته صوفیای مشرک و به همین طریق اعوذ بالله. نگاه بکید برادرم، 5 وقت نماز در جماعت خواندن فرض است یا نیست؟ فرض است. 40 روز چیلش اینه، 40 در 40 روز در 10 روز 50 نماز، نه در 10 روز بله 50 نماز، در 20 روز 100 نماز. شما یعنی 200 نماز واجب ترک میکنید. الله اکبر. و اگر 100 2700 5400 از ثواب مانع میشید. که این ثواب ها چگونه مثلا یعنی در نزد الله جزا داده می شود، جزای نیک به اینها داده می شود، الله سبحانه و تعالی خودش میدونه. سلامت شون شیخ عزیز. یک سوال دیگه همین تشتا و یک تومور من اینا چیزا رو اینا برادرم تشتاف تومور این چیزا اگر همین ها رو سبب بداند شرک اصغر است برادر جان. اگر اینها رو نه خودش مثلا کمک میکند بگوید این شرک اکبر است، از ملت اسلام خارج میکند. که باور که ما بسیار افسوس میخوریم، بسیار انسان های میبینید که اینها کمتر به الله یعنی توکل دارن، نوابسته از اینکه این یعنی توکلشون بر بالای این تشتاب و این تومور و غیره ها بیشتر است که مشرک شده هستن به همین سبب. بارك الله فيكم. الله يسلمك شيخ عزيز. بارک الله فیکم. صوفیای مشرک دین رو بیاموزید و به مردم برسانید، شرکشون کفرشون با اینها با شدیدترین یعنی معامله که الله خار و ذلیلشون میکنید. خوب است های مشرکین رو، این قاتلان مسلمان ها رو. اینها چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یدعون اهل الاوثان و یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. اهل اسلام میکشن و اهل اوثان یعنی صنم پرستا را، بت پرستا را میخوانن، اینها برادری میکنن. بارک الله فیکم. و صوفی های مشرک و اشعری ماتریدی ها از خبیثترین
تکفیری های خوارج های بزرگترین خوارج ها در امت اشعری، ماتریدی و صوفی ها می باشند برادرها. که اگر خوارج اصلی یا که معتزله ها به گناه کبیره انسان را کافر بداند، به گناه کبیره کافر بداند، اینها به توحیدتون کافر میدانند. فهمیدید؟ شما رو کافر میدانند به توحید، یعنی یگانه دانستن، به یگانه دانستن عبادت کنه کرده باید شود الله سبحانه و تعالی و الله رو مثلا بودنش انسان وقتی که ثابت میکند، هستی الله رو وقتی ثابت میکنید، بارک الله فیکم، اینها شما رو کافر میدانند و میگن شما اعوذ بالله مجسمه شکاکی کافر هستید. الله لعنتشون بکنه اشعری، ماتریدی، صوفی ها رو. فهمیدید؟ الله رو در بالای عرش بگوید شما رو کافر، به خاطر اینکه ایمان به قرآن دارد. انسان ایمان به قرآن دارد، به این خاطر انسان ها را، موحدین مسلمین رو تکفیر میکن. به قول اینها تمام سلف ما، ابو حنیفه، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام حسن البصری، اوزاعی، یحیی ابن معین، علی مدنی، ابو عالیه و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید و ابو عبیده ابن الجراح و تمام صحابه، تمام تابعین که از اهل سنت و جماعت هستند و تمام تبع تابعین و الی یومنا همه را کفر میدونن. اشعری، ماتریدی ها خبیثترین خوارج های هستند. فهمیدید؟ از خبیثترین خوارج ها می باشند اشعری، ماتریدی ها و صوفی های مشرک. الله لعنتشون بکنه اینها رو. اینها از ابو جهل و ابو لهب هم یعنی در تکفیر و در بدبینی به اهل توحید و کشتن اهل توحید، قتل اهل مسلمان ها، اینها گذشتگی است. اعوذ بالله، اینها پیامبر را هم کفر میدونند. الله خبیثا را الله خارشون بکنه. اگر خوارج ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را من باب عذری بودن کفر دانند، اینها مستقیم کفر میدونند. فهمیدید؟ چگونه خوارج ها من باب، یعنی پیامبر رو من باب بارک الله فیکم عذری بودن یعنی تکفیر میکنند. چگونه است؟ خوارج ها میگن که گناه کننده کافر است. اگر ما میگیم که هر کسی کافر رو کافر نگوید خودش کافر میشود، درست؟ از این عبارت که پیامبر صلی الله علیه و آله عرق نوش رو تکفیر نکردند، زنا کرده رو کسی زنی که صحابیه که زنا کردند تکفیر نکردند. از این عبارت که پیامبر صلی الله علیه و آله همچون عذری کافر هستند در نزد خوارج ها. الله خورشون بکنه خوارج ها را. اما در نزد اشعری، ماتریدی ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را همچون به اعتقادی که برای من شما آموزوندن که الله در بالای عرش است، در بالای آسمان است، در بالای آسمان، در بالای عرش است، به اعتقادشون کفر مستقیم اعوذ بالله، اعوذ بالله. این خوباسای اشعری، ماتریدی پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان را یعنی مشرک میدوند. الله خارشون کند. فهمیده؟ این خبیثترین تکفیریست ها، خوارج های زمان، این قاتل های مسلمان ها. هر کسی که در عبدالرحیم قزاقانی در پشتش شاید نفهمیده نماز میخونده، نماز نخونید. عبدالرحیم قزاقانی مشرک است، با او سلام ندهید، با او سلام ندهید. او خوارج تکفیریست است، همه خون مسلمان های تاجیکستان را حلال میداند. الله خار و ذلیلش بکنه این قاتل مسلمان ها را، این تکفیریست خبیث را. این تکفیریست است و بیاید ما اینجا اثبات میکنیم. یک فرق نداره اگر یگان جایی که باشد که در اونجا عدل باشد و با وقت صحبت میکنیم، بیاید ما صحبت میکنیم که قاتل است، او تکفیریست است، او مشرک است. ابو حنیفه کافرش میدونن، تمام امت کافرش میدونن. الله خار و ذلیلش بکند. اشعری و ماتریدی های تکفیریست خوارج از یک جهت مشرکین، الله شما را لعنت بکند. لعنتی الله بر بالای اشعری و ماتریدی. اللهم آمین. همه با هم آمین بگید. بفرمایید برادر. السلام علیکم و رحمت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم شیخ. ان شاء الله
سبحانه و تعالی اسلام کنه. الحمدلله خوب هستم. شما خوب هستید؟ الحمدلله. شیخ یک سوال داشتم. مثال نه یک جایی که زندگی میکنی، مثال چی ای؟ مسجد داره، هر یک جایی که تو زندگی میکنی. اما امام باید مقصد این خدمون وقتی که ما این در درس گوش کردیم، این چیزی است که علما مقصد چی کردن که در همین چیز شک هسته که یکی از زمین ها چی بود، امامی بود که مقصد از دومش نماز میخونی. خب بله همین گذشته من همین برادرها را گفتم که مقصد باید همین امامی را که از اشعری و ماتریدی و همین جهمی ها وقتی زیاد شدن، باید همین امام اول ای عقیدش با خبر شای، بعد مقصد ای دومش نماز خونی. اما مثال بچه‌ها ما گوش نکردن جامعه رفتن اخی. حکم همین انسان چی میشه؟ حکم همین انسان ها میگیم که این کارشون خطا است، باید تحقیق بکنند. اما اگر کفر آنها را دیدن و بعد کفرشون تکفیر نکردن، بارک الله فیکم، خودشون کفر میشن. اما تو کفرشون دیدن نماز خوندن میگیم که این کارتون خطا است در اساس قول صحیح و راجح که بارک الله فیکم سلفی این اومد گفتند که باید تحقیق کرده خونده شود، برای اونها باید رسونده شود. سبحان الله، انا نامشون به سر زبانم آمده استوده است، بو می رود. بارک الله فیکم. یعنی از سلف ثابت است این چیز که باید یعنی تحقیق کرده خونده شود. بارك الله فيكم شيخ السلام جزاك. عليكم. علیکم السلام السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد در یک مسئله اولیوی که خیلی نازک است در شخصیت ما میتوانیم صحبت کنیم با شما. مسئولیت شما خیلی ضرور است. نویسید برادرم انشالله. خب به شما زنگ زده میتوانم در شخصیت باز می نویسمش. حاضر نمیتواند اخی جان، انشالله پگاه زنگ زد. پگاه؟ خوب. بله بارک پگاه. الله. بارک الله. برادرها انشالله یعنی السلام علیکم و رحمت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله. بخشی که جب کم پر وقت نمیگیرم. ای برادران بخش میفرستم. بفرمایید. چند تا پیش من سوال دادم. بعد شیخ ابو محمد مدنی از نماز برگشتن درس سر کردن، تاخیرم جواب من نگرفتم. در مسئله همین حاضر مرشد ما کم تا همین شبهه دینی من دور نرفته است. در مسئله که تقسیم بندی حاضر مرشد که یعنی دانا هر کسی مثال طالب است و شیخ هست و میداند این گونه حاضر مشرک یعنی تکفیر کردن میشد و حاضر مشرکی عادی که یعنی عالم نیست، طالبی نیست، یعنی شبهه میکنه که در تکفیری مشرک چیکار میکنه نیست. در همین مسئله اگر قول دیم اگر ما اتفاق کنیم که همین تقسیم بندی نکنیم، همین خطا است. چون که من همین عقیده را یعنی پیروی میکنم که حاضر مشرک تقسیم بندی نمیکنم. اگر در مسئله که شرک کشادی فهمو دیده شود و هر کسی که باشد نباشد همین گونه آدم تکفیر نکنند، یعنی حکمش نبرد اسم نکرد، من همین گونه حاضر مشرک کافر حساب میکنم. تقسیم بندی قبول ندارید، درست؟ نه معنی اونه که قبول ندارم، چون که من چیزی که خواندم دلیل همین شیخ یعنی شرطهای کفر به طاغوت آمدگی است که شخص باید در معنای لا اله الا الله یعنی باید یقین باشد که همه طاعت عبادت که به سوی الله روان کرده شده است این بر دروغ است. همین طاعت عبادت خودش نکند، همین طاعت عبادت خودش بعد بیند و تکفیر کند کسی که همین گونه طاعت عبادت ها رو میکند و دشمنی و جنجالی کند نسبت آنها. بله بله. گاب در تکفیر نیست اخی جان. در اینجا گاب قوم است، درست؟ یعنی هر کسی رو که یعنی مثلا همین کار رو میکنه تکفیر باید کرده شود، درست؟ بله بله. الله برکتتون ده. نگاه بگید، یعنی کمی خطا فهمی شما در چیز میدونه. شما فکر میکنید که انسان هایی که
کفر به طاغوت را به جان آوردن گویا که در نزد ما مسلمان هستند. این گونه نیست، این گونه نیست. نه نه نه. هنوز جواب دادستان. من شما صحبت کردید، منم جواب دادم، خوش بکید. الله چطور میکرد. ما گپی ما مطلق به دخل نداره. نگاه بکید، یک انسان موحد بود، یک کفر واضح بود از سبب یعنی جهلش واقع شد. در نزد دیگر انسان که یک جاهل است، شاید این گونه رسیده باشد که جهل عذر است. فهمدید؟ یکی از موانع های تکفیر این جهل است، من کننده های تکفیر. فهمدید؟ همچنین برای او رسیده باشد، برای یعنی مسلمان. بارک الله فیکم. برای کافر نه، برای مسلمان. و برای این که این درجه این تکفیر از تکفیر اصل دین پایانتر است. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ برای این اقامه حجه کرده می شود. سبب مثلا داشتن او چی است؟ نگاه بکنید اخی جان، در دین های گذشته، در دین ما اکراه عذر هست یا نیست؟ هست. در دین ما اکراه است، اما در دین های گذشته اکراه هم عذر نبود. فهمیدید می؟ در دین های گذشته اکراه هم عذر نبود و شاید برای او خطای در این مسئله رسونده ورده گفته باشد که مثلا در دین ما الله سبحانه و تعالی یعنی که یکی از مانع های تکفیر رو یعنی جهل عذر بودنش کردگی است. فهمیدید؟ برای او اقامه حجه کرده فهمانده می شود که یعنی موانع نیست، جهل عذر شده نمی تواند. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ با آدم مسلمان موانع شده نمی تواند. الله سبحانه و تعالی استون بکرد. و این تقسیمات رو سلف کردن اخی جان. سلف ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی از 3000 علما نقل میکنند و همچنین صحابگان هم یعنی دلیلش از قرآن سوره نساء اگر خطا نکنم آیت 88. فهمیدید؟ الله اونها رو کافر میگوید و اما مؤمنین مسلمان ها به دو دسته تقسیم می شود. فهمیدید می؟ به دو دسته تقسیم می شود. بارک الله فیکم. حاضر من آیت کشم میخوانم تو انشاءالله. شیخ هم آیت که الله سبحانه تعالی خطاب میکند که برای چی شما یعنی در شبهه مونده نسبت منافقان، همین بله الله تکفیرشون میکرد، اما این کسایی که تکفیر نکردن آنها را تکفیر نمیکنند. فهمیدید برادر؟ یعنی صحابه هم دیگر مثلا تکفیر هم نکردن، نه اونا خلاف کردن، لیکن یعنی اون طایفه که در این مسئله علمشون نبود آنها را تکفیر نکردن. سوره نساء 88 که الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. پس چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شدید، حالان که الله آنها را به سبب آنچه کسب کردن سرنگون رسوا ساخت؟ آیا میخواهید کسی را هدایت کنید که الله او را گمراه گردانده است؟ و هر کی را الله گمراه کند پس برای او هیچ راه نیابید. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. این درباره اونهایی که منافق بودن چی بودن؟ چیکار کردن؟ الله استون میکند، یعنی صحابگان بینشون خلاف کردن و الله حکم آنها را بیان کرده، گفت که چی شده است که بر بالای اینها خلاف میکنید؟ اینا منافق هستند، یعنی کافر هستند برادر. یعنی شخصی که در اساس دین عقیدهش فهمیشه با مو یک است، یعنی همون انکاری
طاغوت و ایمان آوردن به الله شرط لا اله الا الله دارد، فهمیش همین چیزا رو دارد، در اساس همین چیزا قبول میکند. لیکن در وقتی شخصی معین، همون یک شخص معینی معین مسلمان یعنی معینی کفر نه، معینی که لا اله الا الله میگود، نماز میخوند، شاید فهمیدید درباره همین اومده. اگر چیکار بارک الله فیکم، یعنی نگفت که او مثلا این کفر نمیشد، این عملش کفر نه، نگفت. اگر گوید که عملش این کفر نیست، مثلا قبر پرستی عملش کفر نگه، خودش کافر است برادر، میگه این عملش کفر است. این یعنی هر کس این کار که کافر میشه، اما یک شخص معین بعد اقامه حجت تکفیر میکنیم، زیرا که الله و رسولش یعنی جهل عذر گفته است، گفته همچنین فهمیده باشد برای او فهمیده. الله اگر حقش است که مثلا اگر خود جهل عذر میگفت الله، لیکن اما الله جهل عذر نگفت. از همین سبب این که از اصل دین یک درجه پایان است برادرم، از این لحاظ برای او اقامه حجت کرده میشه. اما نگفته نمونند که بعض علمای هستن که بارک الله فیکم یعنی تکفیر میکنن، اما اونها هم اگر تکفیرشون نگرید، بعضیشون منبابی یعنی مثلا منبابی چی هسته، منبابی یک مکان خاص مثلا سعودی باشد، اونها فتوایشون است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در سعودی علم منتشر است و همه این چیز رو میفهمند و شیخ فلج هم اعتقادش همچنین است، جایی که منتشر شده حاضری ها مشرک است، همش علم منتشر است. فهمید؟ بله بله، چون که شیخ که ما زبان عربی را نمیدونیم و در یک جای بودیم یک حالت کلامی قدم درس و کتابای روسی دسترس کردن میشه در تعدیم شبکه‌های اینترنتی، بعد ترجمه همین سخن‌های شیخ ابن باز رحمه الله، سخن‌های شیخ فلج، بعد هم یک مسئله در همین سوال در مفید که چیدا میتونن شیخ ابن باز میتونن که یک برادر یعنی وای میگه که من که در حکم در نسبت برادر موحد خود و همون من شرح همین چیزا خوندم در همون بابت میگه کدام آدم موحد حساب میشود، یعنی کسی که این کارو اثبات داره، این کارو بارک الله فیک اخی جان، ما گفتم که این چگونه یعنی این کار اثبات داشتن ما چه خیلی اثبات میکنیم. برای میشته مسئله های کتاب های روسی اخی جان یعنی با احتیاط بخونید اخی، با احتیاط بخونید، به خاطر اینکه شما حاضر یک روس زبان بگویید که برای ما همین دقیق اهل سنت و الجماعت یعنی بیان کرده باشد اعتقادش از دعوتگرها دارد و با او بسیار مثلا ترجمه ها یعنی بارک الله فیکم دعواها بسیار است. شاید بعضی همون نویسنده قول خودش اینجا ذکر کرده است. فهمیدید؟ بله بله، همینش مشکلی که هر کس مثال چی عقیده که دارد اما ترجمه در هر ترجمه و خود عقیده خودش میگذارده به همین خاطر کم بله، شما باید دلیل هر کس بنگید. ما گفته استادیم که اخی جان، ما میگوییم که کسانی که یک بار تکفیر میکنن کمی خطا میکنن، فهمیدید؟ کمی زیاده روی میکنن و شاید شما بگید که مثلا کسانی که یک بار تکفیر نمیکنن کمی ستروی میکنن، اما وقتی که تکفیر کردن مثلا موها رو گشته تکفیر کردن، میگیم که این غلو است، این از حق بیرون شدن است. بله بله فرموش شایان، چون که یک دوی مسئله همین نگاه بکرد اخی جان، مثلا یک انسان نو مسلمان شد، شما همه حالت بخیدتون یا که به همون گرد چورتون قیاس نکرد اخی جان. یک انسان نو الله به ایمان آورد، پیامبر به ایمان آورد، قرآن به ایمان آورد، فهمیدید؟ طاغوت‌ها را انکار بکرد. اما جهل عذر هست یا نیست؟ دینی مونده این چیز جهل عذر، یعنی خبری است برادرم که جهل عذر هست یا نیست، او جاهل مونده در همین مسئله. چیکار میکرد اخی جان؟ اما شک نمیشه همین سخنتان به نیت سخت باشی برای من که همین مسئله عذر بی جهل نه، این مسئله خبری هستن. بله نمیشه، یعنی خبر بیزت نباید باشن. بله بله خبری است، اما زشت بودنی همون عمل بعد این عقل دلالت میکنه اخی جان. الحمدلله. اما بعضی مسئله های خبری هسته که او از اصل دین است، انسان باید یعنی او رو به جا بیارد. برادرم بارک الله فیکم. جزاک الله خیر. دادم چند تا همین شبهه خیر من رقم داده برای که ما نه که ما بسیار آدم‌ها خیلی وقت صحبت می‌کردیم همین چند تا در این مسئله که
در مسئله حکم همین مشرکو یعنی مشرک علمای سوی تاجیکستان و دیگر مسائل اونها چیکار گم وقتی کفر او را یک میگفتن در این میشه کفر اونها در این چیز است دلیل قطعی نشون میدادن اونها میگفتن ها این عمل شرک کفر است اونها مثال مسلمان عادی با مانند ما بودن میگفتن که ها این شرک کفر است نه که ما حق نداریم مثال میگیره همین حاجی میرزا مثلا کفرش که برای چند بار ممکنه که مثال هملا یعنی علمای اهل سنت و جماعت نیستن. اخی جان یک چیز دیگر رو فراموش نکن هر کسی که ما حق ندارم تکفیر کردن رو میگه ولی به مثل اعوذ بالله خودش کافر است برادرم. اونا چی میگفتن سر اون میگفتن که ها همین عمل شرک کفر است نه که ما باید اول افتر او را دلیل بیاریم بعد ما او را تکفیر کنیم. بله او را نگاه بکید برادر جان اگر او این چنین بگوید جهلش عذر بگوید و غیره بگوید این دیگر گپ است نه که بگوید که ما یعنی ما حق نداریم که یگون کس رو کافر بگیم تکفیر کردن و حق نداریم بعد اقامه حجت هم این انسان خودش کافر است برادر این انکار تکفیر است این کفر اکبر است اعوذ بالله و خیلی روزی موازمیش دیگه است برادر جانم روز موازمیش دیگه است از سبب اینکه کفر سخت منتشر شده است و هر روز هر چی پیش به آموزیم درک کرده استودیم که یک حالت در حقیقت وزمیننده قرار داریم همین گونه نیست اخی در حقیقت همین گونه است اخی جون که یک حالت وزمین به قرار داریم. بله شیخ بعد یک مسئله که اونو میگن که دلیل باید با او رسونده شود بعد همین مسئله اگر من نسبت نو خیلی تحقیقات کنم که یا وزیری یعنی عادی هستند با اون وعده شود همین چیزی که من مثلا با اونها میگم که در قرآن الله سبحانه و تعالی فقط در یک جا در یک مکان یعنی عقاودت کردگی مشرکه در عقاودت کردگی کسی که به شرک دست میزند همون اکراه است. وقتی من همین آیت با اونها بیارم بگم که همین در همین جو فقط الله سبحانه و تعالی عذر دادگی هست همین حساب میشه که من به همون حاضری جانمین ایجاد میشود و بارک الله فیکم حتی امروز مثلا انسان ها بعد مثلا 10 سال پیش یا 12 سال پیش همین مسئله عذر بالجهل کسی نمیدونست درست اخی جان یعنی در تاجیکستان ما حتی نمیدونستیم که عذری چی است کسی نمیدونست از یگون علم هم شوندنشم اگر میگفتیم والله الان میگفته نمیشد و امروز انسان هایی که جوان هایی که بی اهمیتی میکنن به دین و نمیآموزن این مسئله ها رو بارک الله فیکم اینا کافر هستن برای چی دهمین نواقض اسلام چی است اخی جان لا يتعلمه ولا يعمل به نه تعلیم میگیره نه عمل میکنه این باز اسلام به داخل میشه اخی جان بیکور به نگفتن که این دهمیش کننده اسلام نه تعلیم میگیرد نه عمل میکنه این چیز بزرگ است اخی و مردم باید یعنی احساس بکنند مردم بالاخره بفهمد که دین بوزیچه نیست جنت یعنی به دست هم تو نمیبیه باید به این قرآن ایمان برین قرآن هم تو بیکور به پیامبر نازل نشد برای اینکه صوفیا زیبا کرده قرآن خونم برای این نازل نشد این دستور است از جانب الله که سفید و سیاه جدا بکنید خوب و بد جدا بکنید کافر و مشرک جدا بکنید آخر زندگی بکنید در اساس این قرآن الله سبحانه و تعالی است یعنی این مردم به این جوان ها بفهمونده نکنند این چیزی که این دین هم تو نازل نشد 15000 حدیث بارک الله فیکم این 6237 آیت قرآن که اینها هزارها مسائل درباره این از این برآورده میشد اصل دین و دوم این اصل دین به ربط دارد اصلا فهمیدید بله این یک چیزی مهمی دین است تکفیر بارک الله فیکم مشرکین شیخ یک قول دیگه نسبت همین الله سبحانه و تعالی در بالای عرش بودنش همین نقطه نظر تو چیزی که من نمیفهمم یعنی نزول یعنی الله در بلندی بودن از همه مخلوقاتش این دلیل فطرت و عقلی هست این در هر یک باید باشد اما در بالای عرش بودنش این دلیل خبری میشد بله دلیل خبری است اما همون هم خبر داده در قرآن شده است اخی جان یعنی شخصی که اگر در میگه که الله سبحانه و تعالی یک انسان مثلا الله در بالای آسمان بگوید همین کلمه استوا رو کمی تعویل بکنه فهمیدید
برای او اقامه حجه کرده میشه. الله یعنی اقرار بکرد که الله در بالای آسمان است، در پایان نیست. در همه مثلا جهمی ها چی میگن اخی جان؟ یک نمیدش میگن که یعنی الله سبحانه و تعالی در درون همه چیز است و دیگرش میگن که نه در آسمان است نه در زمین است، نیست، یگون جونم نیست. این گونه نباشد. بگید که الله در بالای آسمان هست، اما در مسئله استوا کلمه استوا رو کمی یعنی دیگرگون بکند، برای او اقامه حجه کرده میشه. جزاک الله خیرا. بعد همین نسبت بیشتر صحبت نسبت اشعریات و مشاعریات و ماتوریدی و صوفی ها گپ زدن. سبحان الله حقیقتا در وقتی که کچون صحبت میکنی این برادرای اهل اسلام، برادرای موحد اونها فیر میکنن، یعنی کافر حساب میکنن، هرچند که با دلیل نه، هم که عقیده درونیشون همین خیلی است. بعد از نقطه نظر که ما را خوارج حساب میکنن و چی میگن در پیغمبر صلی الله علیه و که هر کجا که خوارج یافته شود کشته شود، و آیا میگن که در این زمان که ما او قدرت را نداریم که ما را بکشیم، لیکن و یا در کارکنان ریزی خود میسپارند بگذار همونو هم کنند. نه اینو طاغوت پرستن از یک جهت برادرم. از دیگر جهت وقتی که اینها با اینا صحبت بکنید امروز فهمیدید، یعنی نوزکی را فهمیدید از کجا سر میکید؟ ای ماتوریدی خوارجی تکفیریست میگید، فهمیدید؟ پیش از میگید ای فتنه انگیز فتان خودشه، ای دور شده از قرآن و سنت. اینها باید فهمن. امروز مثلا دعوت رو بیان نکردن که اینها خوارج تکفیریست هستند. اینها از خوارج هم گذراندگی هستند. بعد از اینکه اثبات میکنید که اینها خوارج هستند، فهمیدید خودشون زبان اینها رو باید هر کجایی که با اول زبان کوتاه بکنن در نزد مردم، در همین مسائل صحبت بکنید مترسیده. حق به جانب شما است. شما بگید که تو تکفیریستی خوارج هستی، بگوید نترسیده، بگید که من الله را در بالای عرش میگم، من اثبات میکنم که الله دست دارد، من اثبات میکنم که الله پای دارد، من اثبات میکنم که الله چشم دارد، من اثبات میکنم که الله وجه دارد، من اثبات میکنم که با صوت با آواز الله صحبت میکرد. آیا من کافر هستم یا نیستم؟ در نزد سوال بدید. کافر هستی بگید که تو خوارج تکفیریست قاتل هستی. بیا یکش رو از قرآن اثبات میکنم که این از قرآن اثبات شده است که الله در بالای عرش است، الله دست دارد، الله پای دارد، الله چشم دارد. کافر هستی. از کی اثبات میکنم؟ از صحابه تابعین تبع تابعین، از قرآن و سنت. چه از کی اثبات میکنی؟ ابو منصور ماتریدی مجهول الحال کافر، از ابو الحسن اشعری که خودش توبه کرده است و شما رو تکفیر میکند. وقتی که ابو حنیفه رو گفت تو در مذهب ابو منصور ماتریدی هستی، در عقیده ابو منصور ماتریدی یا که در ابو حنیفه در مذهب در اعتقاد ابو منصور ماتریدی اشعری باشی، از کتابش دلیل بیار که چی میگوید. اینها را اجازه ندید که سخن طرفی ابو حنیفه بکشد. اینها حق ندارد. اینها وقتی که کفر شرک میگن ما در مذهب ابو حنیفه هستیم از این خارج نمیشویم، یا در اعتقادی که هستیم بارک الله فیکم ابو منصور ماتریدی و ابو الحسن اشعری هستیم، اما دلیل از یعنی میخواد که از ابو حنیفه آورده شما رو فریب بکنه. این بسیار امروز این جاهلک ها نمیدونند که همون ابو منصور ماتریدی چه کتاب دارد، کدام کتاب داشتنش نمیدونند. یک سرفرازی به ایمان است در همین جا. اینقدر متکبری خبیث است. یک روز میپرسم که همین ابو منصور ماتریدی یک نام کتابش بگو. اگر نیست شب و روز داد فیقو میزنه که ما در مذهبی یعنی در اعتقاد ابو منصور ماتریدی هستیم. میپرسم که یه انسان یک کتاب ابو منصور ماتریدی را نامش را ذکر بکنه نمیدوند. میگویم که ابو منصور ماتریدی به نام کتاب توحید دارد که اون کتاب توحید نه، کتاب شرک ماندنده کن. نام این کتاب را مرا مسخره دارد. میگم شرمنده یک کسی که شب و روز دست به سینه میزنه که ما در اعتقاد ابو منصور ماتریدی هستیم، حتی یک کتابش نامش را نمیدونی. اینها نمیدونن، جاهل ها. اینها تفسیرش خوندگی نیست که پر از کفر و شرک است. و باید ابو منصور ماتریدی هم دلیل از سلف بیارد و دیگرها هم. اینها بپرسید که از سلف دلیل بیار. ابو منصور ماتریدی گفت میهان تمام قبول. از کجا گفت؟ ابو منصور ماتریدی عصر چند است؟ عصر 4 است. درست می؟ تمام. از این عبارت که تو برای ما از عصر 1 2 3 دلیل بیاری.
ما تو به دلیل میبریم. تو خوارج تکفیریست، تو قاتل مسلمان ها، تو دین فروش، تو مسلمان ها رو به طاغوت میفروشی و این رو حلال میدونی. تو قاتل هستی. یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. اهل الاوثان میخونی. مشرکین رو، جهمی ها رو سلف مشرک میگفتن. بدتر از مجوس هم بدتر میگفتن. امام بخاری رحمه الله میگن که من یهود، نصارا، مجوس ها رو دیدم که میگن این سخنی که جهمی ها میکند یعنی نمیکند، اونها بدتر است از اینها. و همه دین ها بر این اعتقاد بدن که الله سبحانه و تعالی در بالا است. و اینها خودشون وقتی که یعنی صرف نحو صحبت میکنن کلمه نزول رو یعنی از بالا فرامدن رو میگه. فهمدی؟ یک انسانی که فرامد هو نزله وای پایان شد. از کجا پایان شد؟ از بالا پس به پایان شد. بارک الله فیکم. اینها بارک الله فیکم هم من باب گراماتیکی هم اینها گمراه هستن، هم من باب اعتقادی هم. اینها از عقل قصدار هستن چگونه که سلف میگن. این گمراهان خیلی شدید باشه ده اهل توحید بر علیه اشعری معترض و پیدایش اعتقادهای باطلی که مشرکین را مسلمان گفتن، کافرها را مسلمان گفتن، همین اصل اساس از اشعری معترضی اومده است. و همین امروزه جهمی هایی که آذری هایی که ما داریم اینها یعنی باد و هوای اشعری معترضی به اینها رسیده، این چنین شده است. الله خورشون. امروز شما جوان ها هر یکی من شما وظیفه دار هستیم که این اعتقاد باطل برای همه مسلمان ها بیان بکنیم که مسلمان ها بابای من شما محمد اسماعیل بخاری بودن که پیش از ابو منصور ماتریدی زندیق بودن که کافر میدونستن این گونه اعتقاد داشته رو. امام مسلم، ابو داود، نسائی، امام ترمذی، ابن ماجه، اینها کسانی هستند که 6 کتابی بارک الله فیکم بعد قرآن صحیح ترین کتاب ها را نوشتند. همه اینها اعتقاد داشتن که اینها کافر هستند. عثمان دارمی رو رفته بپرسید سلف امت هستند، اینها مجسمه کافر میگن. شما هر یک معترض رو پرسید که عثمان دارمی کی است در نظر تو میگه کافر است، مجسمه کافر است. کی است؟ سلف مر شما رو فهمیده استودید؟ هم قرن امام احمد. اینها خوارج تکفیریستی از حد گذشته هستند. معترضای خبیث باشی یگان تا دست رو بردار. نه این خیل نیستیم بگو، نه ما کذاب قاتل نیستیم، نه ما مسلمان کش نیستیم، ما نه تکفیریست نیستیم. بگو ما اثبات بکنیم که شما قاتل هستید، شما مسلمان کش هستید، شما مسلمان فروش هستید. الله لعنتتون بکند شما رو، خوارج های تکفیریست. اعوذ بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مستقیم شما کافر میدونید. اینها میدونید اشعری ماتریدی مثل رافضه ها صحیح بخاری صحیح مسلم رو قبول ندارد. حدیثی که عین الله گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال دادن انکار میکند. اینها قبول ندارن این کافرها. الله مستعان. و معامله با اینها با شدیدترین معامله بکنید که لعنت الله و گرفتار میشوید. با اینها دوستی کردید کافر میشید، موالات کردید کافر میشید. خیلی احتیاط باشید. اهل بدعت که طرف آمد کردید و با آنها لبخند کردید لعنت الله بر بالاتون میبرد. احتیاط شدن نکنید. اهل توحید این مسلمان ها سبب منتشر شدن باطل هم همین است. سختگیری نکردن بر علیه باطل. سختگیر باشید بر علیه کفار مشرکین، علل خصوص اشعری ماتریدی که از درونمون ما رو پورا کرده است. این خبیثی عبدالرحیم قزاقانی و لعنت کند الله این به ایمان رو نباید از پشت این نماز خونده شود. نمازهاتون باطل است. از پشت این نماز هر کسی نماز میخونه و این رو مسلمان تایید میکند. هر کسی میگه این مسلمان است خودش کافر است.
خیانت کننده به دین هستیم و هر کسی که به این کمک میکنه لعنت الله بر بالای این گرفتار میشه. به بالای کسی که به ابو یعنی قزاقانی و امثال قزاقانی کمک های پولی مالی و کمک های روحی میکند لعنت الله بر بالای شما میآید. دشمن های الله به شما مثال میزنم، هر کسی که ابو جهل به کمک میکرد آیا غضب الله بر بالای او میآید یا نه؟ او دشمن هست یا نه با رسول الله؟ فکر بکنید. در این طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم استودن و اصحاب رسول الله، در این طرف ابو جهل. شما ابو جهل به کمک کرده شدید و کسایی که به اشعری ماتریدی کمک کننده هستند اینها بر علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک کنندگان هستند. اینها دشمنان الله و رسولش هستند. اینها انکار کننده قرآن و سنت هستند. اینها قاتلان مسلمان ها هستند. خون دست اینها به خون مسلمان ها آلوده است، به مال و ملک مسلمان ها آلوده است. فراموش نکنید. اینها به لا اله الا الله ایمان ندارند. این اشعری ماتریدی ها لا اله الا الله به اینها ایمان دارند، مثل ابو جهل و ابو لهب. لا اله الا الله لا اله الا الله. همین منتشر شدن کفر شرک و خار و زار شدن مسلمانان همین است که انسان ها شاید بعض حق فهمید اما بر علیه آنها شب و روز کوشش نکرد به نابودیشون، به بیان اعتقاد باطل آنها کوشش نکرد، با براءت کردن از آنها توحید را زنده نکرد. و امروز حالتتون نبینید مسلمان ها. سوال بیدید که حالت ما مسلمان ها چرا به همین حال آمده رسه؟ چی سبب شد؟ تدبر بکنید، تفکر بکنید. برای چی الله دفاعش را گرفت؟ به خاطر آنکه مسلمان گفت نامش را به کفر شرک آلوده شد. بین اهل حق اهل باطل جداگی نانداخت. شیطان فریب داد. الله مستعان الله مستعان. با اینها قاطعانه صحبت کرده شود و اینها کافران هستند و اینها خوارجان هستند. شکی نیست به این. بیاید این کافرها بیاید ما اثبات میکنیم. اثبات میکنیم در اساس قرآن و سنت که اینها قاتل خوارج هستند و فتنگر هستند. اینها دین فروش هستند. اینها هم برای شکمشون شده فروختن، هم برای اعتقادشون شده فروختن. تو کی مسلمان ها تو کی ما فقط در عذاب و شکنجه هستیم؟ نگاه نکن ای اهل توحید. ای عرب است، عجم است، 100 سال خونده است، علامه است، نمیدونم به نام شای ماجستر است، هر کی است، دیدی که بلا اله الا الله ایمان صحیح ندارد و مشرکین رو برادر میگوید، بفهم که او هیچ چیزی نیست. علم سلف میگویند که این دانستنی یعنی حق ثابت نمیشود بر روایت بسیار، نه، حق به پایبند بودن به قرآن و سنت ثابت میشود. قرآن و سنت به پایبند هستی، یک آیت قرآن رو دان، تو در حق هستی. بارک الله فیکم. ای اهل حق، به اهل بدعت، کسانی که کمک میکنن منتشر شدن بدعت آنها با کمک میکنن، مالی پولی هر نوع، لعنت الله بر بالایتون میبینه. نمازهایتون قبول نمیشود 40 روز نمازتون. حسن بصری میگه رحمه الله، برادرت رو دیدی که امام احمد میگن برادرت رو دیدی که با اهل بدعت رفت آمد دارد، اول بفهمون که برادر با اهل بدعت رفت آمد نکن، لعنت الله بر بالات میبیاد. اگر قبول نکرد ترکش میکن. عبدالله ابن مبارک دوستشون رو میبینن، 1 ماه میبینن که با اهل بدعت نشسته است، 1 ماه همراهش صحبت نمیکنه.
تو که درک بکنه و دیگر سلف را میبینن 2 ماه صحبت نمیکنه، سلامشون با علیک گرفته نمیشود. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سلف امت ما این گونه سختگیر بودن با آنهایی که بدعتکار بودن، مسلمان بدعتکار. امروز دیده استودید این مرجع های خبیث، این اوزیری های پلید مشرکین رو میخواند که برای من شما برادر بگن. اینها میخواند که فرقه الراسخیه، جهمیه الزندیقیه، ملعونیه میخواد بگیم که بت پرستو مسلمان است. هندوها امروز در هر کجا مسلمان یافته است در هندوستان قتل کرده است. میگه که اونها رو مسلمان بگید. ابوالغریب کذاب لعنتی میگه آفتاب پرست رو مسلمان نگفتی، کافر هستی، زن طلاق است. به خاطر الله بگید در کجا شما یک بار شنیدید که آفتاب پرست مسلمان است؟ ابوالغریب میگه که اگر آفتاب پرست رو هر کسی که مسلمان نگفت منکر قرآن شد، کافر شده است. زنش طلاق است میگه و فتوا میدهد به کشتن طالب علمان اهل توحید، اما با حزبی ها لبخند زده میگردد. و همین چرا این گونه اینها جرأت پیدا کرده میدونید اهل توحید؟ شما فکر نمیکنید که شاید یکی از ما سبب شده باشیم برای این لبخند زده باشیم، با اینها بغض عداوت داشته باشیم؟ اینها آرامی رو نباید از طرف ما یک مهربانی رو ببینن، چرا که اینها حق رو دیدن، حق رو انکار کردن و بر علیه حق شب روز جنگیده ایستادند. بارک الله فیکم. شیخ محمد اومده باشید. اهلا و سهلا شیخ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کمی صحبت بکید، مشایخ هستن در اینجا. بعد من کمی بعد یک 10-15 دقیقه 20 دقیقه انشالله چی میکنم، یعنی درسی العذر بالجهل زیر ذربین شرعی دوام میتیم. برادر اسماعیل باشین دست بالا بکنید، کمی صحبت کنید با برادرها و یکم برادر دیگر باشد. شیخ حنیف نیستن؟ بله، با دیگر یعنی بارک الله فیکم، با دیگر چی ها اثبات می شود؟ این یعنی داخل می شود برای اینکه علما، یعنی هر علما یعنی بیشتر و کمتر گفتن، یکی 6 گفتن، یکی 7 گفتن، یکی 8 گفتن. فهمیدید؟ یعنی والبعث بعد الموت، یعنی زنده شدن بعد از مردن. بارک الله فیکم. و این به ایمان آوردن از رکن ایمان است و کسی که ایمان نمیاره کافر است. کمی اکوی عزیزم الله سبحانه و تعالی استون که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک 10 دقیقه انشالله یعنی کنترل کرده چی کرده می استودید. اگر خود برو وزمی نباشد بهتری میشد. 10-15 دقیقه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. شیخ عبدالرحمن الله یستون کنه. امین. معذرت خواهی میکنم برادر عزیزم، کمتر گلو کمتر خوریده است، به همین خاطر صحبت کردن کمی دشوارتر است. اگر برادرها صحبت کنن انشالله من در اینجا میستم، برادرها صحبت کنن در اینجا گوش میکنم. من اخی جان موزم بخونم.
نماز عصر هم بخونم مقصد بعد از وقت داخل میشم با درس دوام میتیم. چی گفته شیخ؟ الله اشتون میکرد. یگون کسی دیگه سوالش باشد بفرماد. عبدالله اهلا و سهلا. یا وقت چطور اومدید؟ کنی دست بارداره چی شیخ عبدالله؟ من چطور بکشم؟ کنی من شیخ عبدالله یک جو پیدا بکنم. شهر جزاکالله خیر برای فرمودنتون. بنیاد خوب فرمودید. الله سبحانه و تعالی اشتون میکرد اخی جان. بارک الله فیکم. آمین. خرسندم که شما فهمیدید. از انشاءالله عبدالله هم بدم. عبدالله کمی صحبت کرد برادر کتی اخی وقت داشته باشه انشاءالله. امروزه یعنی موضوع ما موضوع رسو مهم است و موضوع وزمین است. الله سبحانه و تعالی گره زبان ما را کشاده بکرد که تا که بیان کرده برایش متوانیم. این مسئله عذر بالجهل به مسئله نیکی بدی به و یعنی جدایش فرقه ها به که چند فرقه برای نیکی بدی فهمیدن با عقل جدا شده هستند. صحبت امروزه ما است انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان چه دارین؟ خوبه؟ الحمدلله اخی جان خوب هستید؟ صحبت است انشاءالله. جزاک الله خیر اخی جان بفرمایید. اخی جان یک کمتر و یک صحبت شیخ راست گپ نفهمیدم، گفتم یک پرسم اگر اجازه باشد. بفرمایید. اخی جان یک روز من در یوتیوب تماشا کردم یک و نوار شیخ الله ایتشان کند گفتم که مسئله مبالات مسئله مثال گپ طرز آدابی و موحد گپ زدم. بعد گفتم که باید موحد مقصد کبر نداشته باشد، مقصد مهربان باشد با برادر موحد. اما اخی جان شیخ و در نظر داشتن فقط با برادر موحد هم انشاءالله. ها بله بله با موالات با چون اخی جان الله از شما روز باشد. چون که اخی جان من راست گپ در وقتی که درس توحید الحمدلله گوش کردم و با درسش و شیخ هم الله ایتشان کنه گوش کردم. بعد من راست گپ در وقت اعتبارا من نسبت به اهل بدعت نسبت به اهل کفر به نام مسلمان راست گپ کم ترویج شدم دیگه. خیلی در واقع من راست دیگه اهمیت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آوازم هست؟ نه بله اخی جان بله گوش نگاه بکید. رحم داشتن این به موالات دخل ندارد، زیرا که الله گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ارسلناک رحمتا للعالمین. ما فرستادیم به سوی عالمیان رحمت کی بودن؟ پیامبر بودن. هم برای کافرها هستن هم برای مسلمان ها. برای کافرها چگونه رحمت هستن؟ یعنی کافر هستن الله یعنی دعوت کردن به سوی حق به سوی توحید. فهمیدید؟ و ما اهل سنت رحمگین هستیم بر بالای خلق الله سبحانه و تعالی، زیرا که ما یعنی بنو حق ناحق چیزی اون کسی نمیگیریم، یک خونی کسی ریزونده نمی شود، مول کسی گرفته نمی شود و به سوی توحید به سوی یعنی عزت دعوت کننده هستیم. فهمیدید؟ از این جهت یعنی رحم داشتن
اونها رو دعوت کردم. بارک الله فیکم. این به موالو دفن. بله جان، الله از شما راضی باشه. چون که راست اللهم میگم که من وقتی که همیش در سخنهای شیخ گوش کردم، الله ایدشان کنه، بعد درست گپ نسبت به همین اهل بدعت، اهلی که مثلا به نام مسلمان کمتر بدبینی پیدا شد. مقصد مشکل بود، میدونم در چی حساب باشه. راست گپ بدبینی باید بدبینی بسیار شد. باید بالای مشرکین بدبینی تو بسیار شد. این امر الله از فرض است. خب برادرم، خب چون بر خاطر گفتم اخی جان پرسم، شاید گفتم که با و فرمودی اما نباشد و الله ایدشان کنه. این امر الله است که شما باید با آنها بدبینی کنید. چون که من دیگه برای سیاف و سلامشون علیک نمیگیرم که الله خودش شاهده. خیلی علیک میگیرم، جوابی کوتاه خیلی که شهر گفتم. الله ایدشان کنه. بهترین اخی جان. بهترین. الله خیرون دنیا و آخرت نصیبشان کنه. اللهم آمین. آمین. بارک الله فیکم. الله ایستون که کمی صبر میکرد، انشالله حاضر باز میگردم. کتاب انشالله شرحش مقصد میخونیم، کم کم بیان کرده میره. الله آمد نایش کند. یکون برادر باشه سوال جواب کرد که میسته. اون برادر باشن یک سوال دیگه یادم اومد. اخی جان هستی یا هم کس؟ الله ایدشان کنه.